لشکر سلیمان، به اصحاب سلیمان، به یاران سلیمان توهین نمیکنه و هم لا یشعرون. از روی ندانی، از روی لاعلمی. پس و هم لا یشعرون، سبحان الله، مفسرین چقدر دقایق را و ظرافت ها را در آیات در نظر میگیرند. علامه آلوسی نوشته که این مورچه با ادب بود، این مورچه با ادب بود نسبت به اصحاب سلیمان و یاران سلیمان. بیرا میگوین اندازه همین مورچه ادب داشت، اندازه همین مورچه رعایت میکرد. میگه ولیت من طعن فی اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، کاش اون کسی که اصحاب رسول الله را طعنه میزند، بد و بیراه میگه، سب و شتم میکنه، کاش که تأسی بها، به همین مورچه چی میکرد؟ تقلید میکرد، تأسی میکرد، از او رنگ بر میداشت. فکف عن ذلك و احسن الادب، باز می آمد از این طعنه‌ای که همیشه به اصحاب رسول الله میزنه، بد و بیراهی که به اونها میگه، و باز می داشت زبان خودش را، دهان خودش را، و احسن الادب، ادب را رعایت میکرد. حالا ببینید این مورچه مقصر نمیدونه اصحاب سلیمان را، یاران سلیمان. میگه و هم لا یشعرون، اونها نگاه نمی کنند. اینجا فقها نوشتند که معلوم میشه این حشرات تا زمانی که موذی نباشند، لگد کردن اونها، له کردن اونها، از بین بردن اونها عمدن درست نیست. اگر اشتباه بشه خب این اشکالی نداره، اینجا هم اشاره میکنه که اشتباها میشه. فتبسم ضاحک، خداوند عزوجل این خبر را به گوش سلیمان رساند. سلیمان اون صدا را شنید. فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم کرد در حالی که خندید از سخن او. و قال رب اوزعنی، خدای تعالی تا این حد به سلیمان علیه السلام ظرافت ها داده بود، متوجه می شد، لذا گفت رب اوزعنی ان اشکره، بار اله در قسمت من بگردان، مقدر من بگردان که شکرگزار نعمت تو باشم. ان اشکر نعمتک التي انعمت علیه. حالا سلیمان علیه السلام صدای از مورچه نشنید، خداوند در دلش القا کرد اون چی که مورچه گفت. خدا به سلیمان علمش را از طریق وحی داد، لذا گفت که ان اشکر نعمتک التي، مقدر من بگردان که شکرگزار باشم نعمت تو را، التي انعمت علی، آن نعمتی که تو بر من انعام کردی، و علی والدی، و بر پدر و مادر من انعام کردی، و ان اعمل صالحا ترضا، بار الها مقدر من بگردان، نصیب من بگردان، این که چنان عمل صالحی انجام بدم که تو راضی و خوشنود باشی. مهم اینه که عمل صالح ما در راستای رضایت خدا باشند، نه در راستای رضایت نفس خودمان. بسیاری از اهل خرافات سعی میکنن خودشون راضی بشن، غافل از این که خدا ناراضی میشه در بعضی از اعمال. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، و با رحمت خاصت مرا داخل بگردان در بندگان صالحت. خب از اینجا این نکته را بنده عرض بکنم که کسی فکر نکنه، چنانچه بسیار از بریلوی اعظم اینجا استدلال میکنن که انبیا غیب میدانن. ببین سلیمان از چند کیلومتر بود که صدای مورچه را شنید، از چند کیلومتر میگه صدای مورچه را شنید. یه ملای واعظ میکرد در بلوچستان پاکستان، میگفت که ببین سلیمان وقتی که از چند کیلومتر صدای مورچه را میشنود، رسول الله از این فاصله مدینه تا اینجا صدای من و تو را نمیشنود وقتی صدایش بزنیم و از او کمک بخوایم؟ به این استدلال پوچ. اگر سلیمان غیب داشت
بعد از این داستان دیگه شروع میشه. و تفقد الطیره، اون پرنده خودش را نیافت، مفقود بود، غایب بود. اون را وقتی که نیافت، چرا نمیدونست که کجا رفته؟ اون در همین ملک سبا رفته بود، اما سلیمان علیه السلام خبر نداشت. معلوم میشه که اونجا خدا معجزتاً به او رساند، اما اینجا خدا بهش نگفت. لذا تهدید هم میکنه، میگه بیاد ذبحش میکنم اگر توجیه درستی داشته نباشه. پس معلوم میشه از همین آیه، ادامه همین آیه معلوم میشه که سلیمان عالم غیب نیست. لذا این داستان دوم هست. تفقد به معنی اینکه احوال لشکر را، احوال شاگردان را، احوال امت را بررسی کردن، جستجو کردن. کی آمده، کی نیامده، کی حاضره، کی غایبه، چرا نیامده. شوخی شوخی گاهی میگیم این حضور غیابی که سر کلاس گرفته میشه، این از انبیا و سیرت انبیا ثابته که اونها یاران خودشون را همیشه تفقد میکردن، مورد بررسی قرار میدادن که کی تشریف آورده کی نیاورده. لذا وقتی که تفقد کرد، دید که بعضی از یاران نیستند. هدهد نیست. هدهد پرنده‌ای بود که سلیمان علیه السلام برای بسیار مأموریت‌ها او را میفرستاد. و تفقد الطیر، نیافت پرنده را. فقال ما لی لا ارى الهدهد، گفت چرا من هدهد را نمی بینم؟ ام کان من الغائبین، یا اینکه واقعا اینجا نیست، غائب هست. اگر غائب باشه، لأعذبنه عذابا شدیدا، او را شکنجه میدهم، عذاب میدهم، عذاب شدید. او لأذبحنه، یا اینکه حتما او را ذبح میکنم به خاطر این غیبتش. او لیأتینی بسلطان مبین، یا باید برای من بیاورد یک دلیل روشنی، یک مدرک قوی، دلیل واضحی برای غیبتش، عذر موجهی داشته باشد. فمکث غیر بعید، ماند اما نزیاد. فمکث فی الغیبه، در غیبت هدهد اما کمی. فقال، اما فورا آمد و گفت احطت بما لم تحط به، ای سلیمان من احاطه کردم اون منطقه‌ای را که تو احاطه نکردی، تو هنوز خبر نداری. و جئتک من سبأ بنبأ یقین، و من آمدم پیش تو از سبا، یعنی از ملک سبا، با خبر یقینی. ملک سبا در یمن هست. اینها از فرزندان و نوادگان قحطان بودند، عرب اصل بودند، اصالتا از فرزندان اسماعیل علیه السلام بودند. من قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که فرزندان اسماعیل در حجاز و در یمن منتشر شدند، لذا اینها اصالتا عرب بودند و ملکه‌ای داشتند. از آیات قرآن معلوم میشه این ملکه خیلی باهوش بود، بسیار زرنگ بود. لذا میگه من خبری آوردم، این خبر یقینی هست، یعنی ظنی نیست، قطعیه، احتمالی نیست، واقعیه. خب خبر چیه؟ انی وجدت امرأة تملکهم، من یافتم زنی را که مالک اونها بود، یعنی در رأس اونها حکومت میکرد. و اوتیت من کل شیء، هر چیزی به او داده شده بود، یعنی از اسباب حکومت، از اسباب دنیا، اون چیزی که لازمش بود داده شده بود. و یکی از علائمش اینه که ولها عرش عظیم، تخت بسیار بزرگی داره، یعنی عرشش و تختش قابل ذکر است. اما دیدم اونها را که اینها خورشید را عبادت میکنه. یکی از اجداد همین سبایی ها اسمش عبدشمس بود که از فرزندان همون قحطان هست.
وجدتها و قومها، یافتم اون زن را و قومش را که یسجدون للشمس، سجده می کردن برای خورشید، من دون الله، بجز الله. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان برای اونها اعمال اونها را آراسته کرده بود، اعمال شرکی را. شرک میکنه بیچاره، فکر میکنه عبادت میکنه. امروز هم برای مشرکان شیطان اعمالشون را مزین کرده، میره و شرک میکنن، جلوی غیر خدا سجده میکنن، جبین نیاز را به خاک میندازن. این شرک، ولی دلش خوش، من دارم عبادت میکنم. این شیطان است که اعمال را اینگونه جلوی مریدان خودش مزین میکنه. فصدهم عن السبیل، این شیطان هست اونها را باز داشته از راه درست، از راه توحید. فهم لا یهتدون، اینها هدایت نیستند، بر مسیر ایمان و هدایت نیستند. الا یسجدوا، سبحان الله، این پرنده کوچولو، این موحد، این یکتا پرست، این اعتراض داره که چرا این بندگان خدا خورشید پرستند، چرا خدا پرست نیستند. توحید را داره بیان میکنه. مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه که یکی از مبلغان بسیار خوب توحید بود، از اساتید ما هست، استاد علامه جاجروی است، نقل میکنه از ایشون که وقتی ایشون این آیات را میخوان، میگفت که های هدهد کجا هستی که با این تبلیغ توحیدی دهنت را و نوکت را ببوسم. چه توحیدی این، چقدر بالاخره موحد هست. اعتراض دارد این پرنده. الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، چرا سجده نمی کنن برای اون الله، آن اللهی که یخرج الخبء، بیرون می کند، خب یعنی مخفیات را، هر چیزی که مخفی هست. حالا خیلی چیزا هستن که مخفی هستن، خدا بیرون میکنه. مثلا گفتن خب السماوات المطر، چیزایی که در آسمان مخفی هستند خدا بعدا ظاهرش میکنه، باران هست. و خب الارض النبات، نباتات در زمین مخفی هستند، وقتی باران میاد خدا ظاهرش میکنه. پس مخفیات آسمان و زمین را خدا چی میکند؟ ظاهر میکند. یخرج الخبء فی السماوات والارض، همچنین مخفیات آسمان، ستاره هست، ماه هست، الان مخفیه نمیبینید، چند ساعت دیگه ظاهر میشه. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، چرا این خدا را پرستش نمی کنند؟ این خدایی که علم غیب دارد. یعلم ما تخفون، میداند آنچه که شما مخفی میکنید، و ما تعلنون، آنچه که شما علنی میکنید، ظاهر میکنید. الله لا اله الا هو، این نتیجه دلیل هدهد است. الله ذاتی است که هیچ معبودی لایق عبادت نیست بجز او. رب العرش العظیم، اون رب عرش عظیم است، عرش بسیار بزرگی دارد، به اندازه بزرگ است که تمام آسمان ها و زمین به اندازه، در مقابل اون عرش به اندازه یک خاشاک در یک صحرای بزرگ است، اینطور که در حدیث آمده. پس چرا صاحب عرش عظیم را سجده نمی کنند؟ وقتی که این گزارش را داد، این کارگزاری را به سلیمان داد، سلیمان علم غیب نداره، باز و هنوز هم باور نداره. میگه باشه من بررسی میکنم، راست میگه یا دروغ؟ قال سننظر. سلیمان گفت نگاه میکنیم، اصدقت ام کنت من الکاذبین، راست گفتی یا دروغ؟ اگر راست، خب سلیمان دنبال افرادی میگشت که اونها را به سوی یکتاپرستی دعوت بده، همین نوع افراد. لذا فوراً برای سلیمان علیه السلام محل تبلیغ، محل خدمت، محل فعالیت چی شد؟ فراهم شد. همه جا اون تبلیغ میکرد، اون دنبال همینها بود. لذا گویا هدهد از طرف خودش رفته بود، مأموریت شکاری پیدا کرده بود، محلی که سلیمان اونها را دعوت بده. اینا همکار سلیمان بودند در دعوت توحید، اینا در کنار سلیمان بودند، نامه‌های سلیمان را، پیام‌های سلیمان را چپ و راست می‌بردند، می‌رسوندند. گویا اینها هم مبلغان توحید بودند.
الله می فرماید الله ها قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، نگاه میکنیم بررسی میکنیم آیا راست میگی یا دروغ میگی. اذهب بکتابی، این نامه من را ببر، این مکتوب من را ببر. کجا ببر؟ فالقه الیهم، بسوی اونها بینداز. ثم تول عنهم، برگرد یعنی یک گوشه بمان. فانظر ماذا یرجعون، ببین چه رجوع میکنند، چه کار میکنند. لذا نامه را برد و منتظر بود، یک گوشه نظارگر بود ببینه که چه کار میکنه. نامه را برداشت بلقیس و خان نامه را، اعضای سلطنت را طلبید، همه را احضار کرد بیاید که جلسه اضطراری داریم. همه آمدند، برای اونها توضیح داد. قالت یا ایها الملأ، ای درباریان، ای اعضای سلطنت، اعضای کابینه، انی القی الی کتاب کریم، همانا بسوی من کتاب بسیار معزز چون مهر داشت، کتاب بسیار با عزت آمده، هم مهر داشت و هم مقدمه و مؤخرش به این صورت نوشته بود. انه من سلیمان، همانا این مکتوب از جانب سلیمان است. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و همانا شان این است که به نام خدا، اون خدایی که مهربان است، اون خدایی که بخشنده است، به نام او من آغاز میکنم و از شما میخوام الله تعالوا علی، در مقابل دعوت من غرور و تکبر از خود نشان ندهید، تکبر نکنید، تعصب نشان ندهید. و اتونی مسلمین، همه پیش من بیایید تسلیم یک ذات بشید. اینهایی که شما عبادت میکنید همه شرکه، اینا همه مخلوقی الله، بیایید تسلیم خالق حقیقی بشید. بالاخره وقتی که این را خواند برای اونها، حالا از اونها مشوره میگیره، میگه قالت یا ایها الملأ افتونی، ایها الملأ افتونی فی امری. از اینجا معلوم میشه که این زن واقعا لیاقت همین ملکه بودن را داشت، زن باهوشی بود. قرآن هم ازش تعریف کرده، بعدا میخوانیم که خدای تعالی میفرماید این عاقل بود، فهمیده بود. لذا مشوره میگیره، بدون مشوره هیچ اقدامی نمیکنه. دیکتاتور نیست بگه هرچی من رأی من باشه، نه، ببینه اکثریت چی میگه. قالت یا ایها الملأ، ای درباریان، ای ارکان سلطنت، افتونی، به من بگوید، جواب بدید مرا در امر من، در این امری که من از شما مشوره میگیرم. شما میدانید ما کنت قاطعتا امرا، من به صورت قطع هیچ امری را انجام نمیدهم، اقدام نمی کنم، حتی تشهدون، حتی شما حاضر بشید و مشوره بدید. لذا محتاج مشوره شما هستند. اما لشکریانش، درباریانش هم عاقل بودند، هم فهمیده بودند، از سخنانشون معلوم میشه. اول آمادگی میکنند برای هر خدمتی که شما بفرمایید، هر دستوری که شما بدید ما آماده ایم. یعنی فکر نکن مشوره ما بر اساس ترس، نه. قالوا نحن اولو قوه، ای ملکه. حالا اسم این ملکه در کتاب مقدس بلقیس آمده، در کتابهای ما هم در قرآن هم در روایت ها نیامده چیزی، اما در کتاب یهودیان چی آمده؟ بلقیس، یا بعضی میگن بلقیس. علی ای حال تلفظش هر چی باشد، اونها به ملکه خودشون گفتند قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، ما دارای قدرت و دارای جنگ شدید هستیم اگر جنگی در بر بگیرد، اما باز هم والامر الیک، امر به تو سپرده، به تو مربوط است. فانظری ماذا تأمرین، ببین چی امر میکنی. اگر امر برای جنگی که آماده ایم، وفاداریم، اما اگر چیزی دیگه هست هم آماده ایم. اما این زن عاقله بود، فهمیده بود. او گفت که
عادت ملوک این است که وقتی یک جای داخل بشند، یک جای وارد بشند، اگر در مقابل اونها تسلیم نشی فساد میکنند، مردم را میکشند، انسانهای عزیز را ذلیل میکنند، ذلیل را عزیز، شخصیت ها را جابجا میکنند. پس من برای فساد و خونریزی راضی نیستم، اما نمیدونم که این هدفش چیه. حالا ببین یکی دیگر از دلیل عقلمندیش میگه نمیدونم هدف سلیمان چیه. هدفش واقعا مادیات هست یا نه همون فکری دارد، رسالتی دارد. لذا شما اجازه بدید که من اول امتحانش بکنم، چون میدوند که اهل مادیات زود شکست میخورند و بعد یک هدیه و تحفه دنیوی هم چی از اون خواسته ها و مطالبات خودشون میان پایین. به همین خاطر این امتحان را میخواد بکنه. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا، همانا پادشاهان هرگاه داخل قریه بشن افسدوها، اون قریه را به فساد میکشند، و جعلوا اعزت اهلها، این از جمله اون فساد است، قرار میدهند اعزه اهلش را، یعنی با شخصیت های اهل اون قریه را اذلتا ذلیل میکنند، پست و خوار میکنند، و کذالک یفعلون، این گونه اونها عمل میکنند. لذا اونها این برخورد را که دارند. بنابراین من اول نامه برای اونها مینویسم، هدیه برای اونها میفرستم. و انی مرسلت الیهم بهدیه، همانا من میفرستم بسوی اونها هدیه، فناظرت، تماشا میکنم میبینم، بما یرجع المرسلون، فرستاده شدگان با چه پیامی برمیگردند. اما وقتی که پیش سلیمان آمدن، سلیمان متوجه شد که این بیچاره، این زن هنوز ما را نشناخته، اون فکر میکنه ما دنبال مادیات هستیم. فلما جاء سلیمان، وقتی که پیش سلیمان آمد، قال اتمدوننی بمال، شما مرا یاری میکنی با مال، ای لاترککم علی شرککم، ابن کثیر گفته شما به من مال میدید تا که من بذارم شما هر شرکی میکنی بکنید؟ نه، فما آتانی الله خیر مما آتاکم، اون چه خدا به من داده از اون چه که شما به شما داده بهتره. من خیلی ثروت دارم، من خیلی مال دارم. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما به هدیه خودتون خرسند باشید، راضی باشید. من بدون ایمان به چیز دیگر راضی نیستم، باید ایمان بیاورید یا تسلیم بشید. لذا تهدید کرد. حالا زبان خوش نمیفهمی، زبان تهدید بفهم. ارجع الیهم، بسی اونها برگرد. فلنأتینهم، اعلام جهاد است. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، سوگند به ذات خدا که من پیش اونها میام با چنان لشکری که لا قبل لهم بها، قبل یعنی توان مقابله، قدرت مقابله و مبارزه نیست برای اونها با این لشکر من. لشکر من متشکل از تنها انسان نیست، هرچی هست. ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، البته بیرون میکنم از اون ملک سبا اونها را با ذلت، در حال که وهم صاغرون، اونها تسلیم بشند اگر نیاون. بالاخره وقتی که پیغام رسان آمد و خبر را به بلقیس داد، این ملکه متوجه شد که با پول نمیشه مسئله را حل کرد، با خشت طلا نمیشه جمعش کرد. لذا تصمیم گرفت که تسلیم بشه، جنگ را، خونریزی را بر خود صلاح ندانست، لابد بررسی هم کرد، تشخیص هم داد. بنابراین گفت که به سلیمان بگو آماده باشه، ما می آییم. وقتی که به سلیمان گفتند که می آید، سلیمان علیه السلام قبل از آمدن اونها زمینه خاص فراهم بکنند که اونها یقین بکنند که دعوت ما بر اساس واقعیت، یقین بکنند که مسیر ما مسیر حق هست، مسیر خداست، مسیر ایمان. به همین خاطر میخواست معجزه نشان بده. به این دلیل بود که گفت کی میره تختش را میاره. میخواست او بیاد، معجزه را ببینه، آیه را ببینه، نشانه را ببینه،
یقین بیشتری، چون ایمان با اجبار درد نمیخوره. ایمانی به درد میخوره که طرف احساس میکنه واقعا حق. لذا سلیمان علیه السلام موجبات بیشتر هدایت اونها رو میخواست فراهم بکنه. اینجا بود که گفت کی میاره، حالا جلسه تشکیل شده بود، اعضای کابینه همه بودند، انسان ها هم بودند، جنات هم بودند. گفت کی میاره تختش را؟ یه جنی گفت از همین جنات که قبل از اینکه این جلسه تمام بشه، حالا اون جلسه 1 ساعت طول میکشید، 2 ساعت طول میکشید، قبل از اینکه برخاست بشه من میتونم در همین فاصله زمانی بیارم، یعنی 1-2 ساعت به من فرصت بده من میارم. اما سلیمان علیه السلام نخواست از جنات چنین کاری بگیرد. سلیمان از جنات کار میگرفت، از جنات کار میگرفت، اما کارهای سخت مثل بنایی، مثل ساخت و ساز، مثل درست کردن تابلوها، نقاشی ها، مثل درست کردن دیگ ها، شما میخوانید همه اینها را، چه کاری پیامی باشه، چنین کاری از جنات نگرفت. چین اعتماد نیستن، مورد اعتماد نیستن. تا اینکه قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که علم کتاب داشت او گفت که من در یک چشم به هم زدن برات میارم. خب این الذي عنده من الكتاب کیه؟ در این رابطه میخوایم مختصر عرض کنیم. قرآن مشخص نکرده، علما برداشت هایی دارند. برداشت علما اینه، بعضی میگویند که منظور آصف بن برخیا هست. آصف بن برخیا وزیر سلیمان بود، چنان با سلیمان نزدیک بود مثل هارون به موسی، تمام کارها را از ایشون میگرفت. بسیار وفادار بود، بسیار عابد بود، زاهد بود، تعلق خاصی با خدای عزوجل داشت. این وزیر سلیمان صاحب کرامات بود، لذا او مراد است. اما نزد او علم کتاب است، یعنی چه؟ همه اینها مبهم هستند، قرآن مشخص نکرده، در حدیث صحیح نیامده. علم او نزد او علم کتاب است. بعضی میگن علم تورات داشت، چون سلیمان و داود، درسته بر داود زبور آمده بود، کتاب مناجات بود، ولی اصل کتاب اینها تورات بود، کتابی که به عمل میکردن شریعت. بعضی میگن اون آصف بن برخیا بود، اما بعضی دیگه من جمله شیخ ما همین ترجیح میده که اینجا در اختیار سلیمان فرشته بود، این کار انسان نیست، کار جن هم نیست. الذي عنده علم من الكتاب، جبرائیل امین هست، درباره لوح محفوظ خدا بهش علم داده بود. منظور از کتاب میگن لوح محفوظ، والله اعلم. چون که شما میخوانید همیشه فرشتگان بالخصوص جبرائیل در خدمت انبیا بود، خدمت موسی بود، عیسی بود، محمد صلی الله علیه وسلم. اونجا هم جبرائیل امین از طرف خدا، گویا خدا برای سلیمان این کار را کرد. علی ای حال این را قرآن مبهم گذاشته، ما این اقوال را ذکر میکنیم ولی به صورت قطع نمیگیم کی بود. لذا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، ای درباریان، ای اعضای سلطنت، کدام یک از شما می آورد تختش را قبل ان یأتونی مسلمین، قبل از اینکه اونها مسلمان بیان تسلیم بشوند. قال عفریت من الجن، عفریت از جنات گفت، دیو از جنات گفت، انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، من میآورم آن را قبل از اینکه برخیزی از جای خودت. و انی علیه لقوی امین، همانا من بر آن قوی هستم و امین هستم، یعنی هیچ خیانتی نمی کنم. اما درباره امانت جنات شک وجود داره. قال الذي عنده علم من الكتاب،
گفت اون کسی که نزد او علم کتاب بود، یعنی فرشته گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، من از طرف الله مأموریت دارم که بیاورم او را قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی. سلیمان هم او را اشاره کرد پس بیار، فورا نآورد، هنوز پلک نزده بود که جلوش گذاشت. فلما رآه مستقرا عنده، وقتی که او را دید که قرار گرفته کنارش، قال هذا من فضل ربی، این فضل ربم است، این که خدا به من چنان قدرت خارق العاده داده، فضل ربم هست. لیبلونی اشکر ام اکفر، تا بیازماید مرا آیا من بنده شکرگزارم یا بنده ناسپاس. و من شکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شکرگزار باشد جزی نیست که شکر میکنه برای خودش. و من کفر، هر کسی که ناسپاس باشد، فان ربی غنی کریم، همانا رب من غنی هست، بی نیاز است و معزز است، نیاز به اونو نداره. بالاخره سلیمان علیه السلام سجده شکر به جا آورد. خدایا تو چه لطفی به من داری، چه احسانی به من کردی، همه چیز طبق میل من، طبق مراد من به پیش میره. لذا اینجا سلیمان میخواست که از بلقیس امتحان بگیره، امتحان فراست. تختش را گذاشت او بیا ببیند، اما گفت که مقداری تغییر بدید. حالا مقداری ظاهرش را تغییر دادند، تغییر نیامده ولی خب مشخصه، بعضی چیزها را کم کردن، بعضی را اضافه کردن. قال نکروا لها عرشها، عرش او را، تخت او را برای او ناآشنا قرار بدید. ننظر، نگاه میکنیم اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، آیا میشناسد، هدایت میشه، راهنمایی میشه، میشناسد یا نه از اونایی است که نمیشناسد، هدایت نمیشه. فلما جاءت، وقتی که آمد اولین امتحان ازش گرفت، قیل اهکذا عرشک، عرش تو مثل همین تخت ما هست. و وقتی نگاه کرد دید این همون تخت ما است، اما از بعضی جهات نه. لذا یک جواب عاقلانه ای داد که این جواب هر دو صورت بود. اگر تخت او بود هم با این جواب اظهار کرد که تخت من است، اگر نبود هم با این جواب اظهار که خیلی شبیه است. قالت کأنه هو، گویا این همو است، گویا این همو است. یعنی این جواب ذی وجهین است، نه؟ از یک جهت خود همون است، از یک جهت عیناً مثل او هست، هر دو احتمال داره. الله می فرماید و اوتینا العلم من قبلها و كنا مسلمین، ما علم داده شدیم قبل از این، یعنی قبل از این معجزه ای سلیمان ما متوجه شدیم، به ما خدا علم داد، درک داد، فهمیدیم تو حق هستی، یعنی نیازی نیست به من معجزه نشان بدی، من قبل از معجزه تو را شناختم. و اوتینا العلم من قبلها و كنا مسلمین، ما تسلیم شدیم، تسلیم بودیم. الله تعالی اینجا تعریف میکنه عقل این زن را. و صدها ما كانت تعبد من دون الله، باز داشت او را. چی باز داشت؟ ما كانت تعبد من، یعنی با این عقل باید جلوتر ایمان می آورد. اما عبادت غیر الله، عبادت خورشید مانع او شدش بود. و صدها، باز داشت او را. این البته یک تفسیرش اینه، باز داشت بلقیس را. ما كانت تعبد من دون الله، آنهایی که عبادت می غیر از الله، یعنی عبادت شمس. ای صدها عن التقدم الى الاسلام، اینکه به سوی اسلام بیاید و اسلام بیارد. چه چیزی معنی بود؟ عبادت الشمس و نشؤها بین اظهر الکفره، چون که بین کافرها این نشو و نما یافته بود، بزرگ شده بود، رشد کرده بود. او باعث شد که
جلوتر ایمان نیاورد. انها كانت من قوم کافرین. اما بعضی میگن و صدها، فاعل این صدها الله هست، ما کانت تعبدو نیست. الله او را به این وسیله تفهیم کرد، متوجهش کرد. یا صدها فاعلش سلیمان، صدها الله یا صدها سلیمان. سلیمان اون را باز داشت. ما کانت اینجا عن مقدره، اما کانت تعبدو من دون الله. یعنی با این آزمایش، با این کرامت، با این معجزه جلویش را گرفت، دیگه از این به بعد غیر الله را عبادت نمیکرد. متوجه شد پیغمبر خداست. باز داشت اون را از آن چیزی که عبادت میکرد غیر از الله. انها كانت من قوم کافرین. این قوم کافری بود. حالا به او گفته شده بود که قیل له ادخل الصرح، داخل محل بشو. ببینید قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم در رابطه با تفسیرش مقدار توضیح میدم، مهم است دقت بفرمایید. سلیمان علیه السلام یک محلی درست کرد در ورودی کاخ خودش. اونجا جوی آبی بود، آب صاف و زلالی بود، حوضی بود پایین. جلویش را بسیار زیبا با شیشه درست کرد، اما شیشه ها را طوری اونجا مهندسی کرد که مشخص نمیشه شیشه هست. یک سکوی شیشه ای بود. وقتی که میرفتی فکر میکردی که آب هست، میترسیدی که تو این آب خیس نشی. به همین خاطر بلقیس چیکار کرد؟ لباسش را مقداری بالا زد تا که از اونجا رد بشه. سلیمان گفت نه نیازی نیست، انه صرح ممرد. این محلی هست، یک سکویی هست که با شیشه پوشونده شده، نیازی نیست لباست را بالا بزنی. لذا او فهمید. قالت انی رب انی ظلمت نفسی. مسئله را فهمید. چی را فهمید؟ حالا در رابطه با تفسیرش اقوال درست و نادرستی هست. بعضی میگویند یک روایت موضوعی و اسرائیلی هست که سلیمان وقتی که بلقیس را دید میخواست باش ازدواج کند، میخواست او را به زنی بگیرد، اما شیاطین و جنات شرارت میکردن، هر جا دخالت میکردن. به سلیمان گفتن که این مادرش جن هست، پدرش انسان هست، لذا این تمام بدنش موی خطرناکی داره، بدنش به دروغ گفتند. و سلیمان میخواست چنین نقشی بازی بکند تو اون لباسش را بالا بزنه، ببینه بدنش را بلا نسبت. این در اون جایگاه پیامبر توهین هست. این روایت غلطی هست، روایت اسرائیلی هست. این را ما رد میکنیم، اصلا ثبوتی از هیچ منبع درستی ندارد. خب پس چرا این کار را کرد؟ یکی که بیشتر مفسرین، عامه مفسرین گفتند امروز هم همینه، هر پادشاهی بری، اون پادشاه از امکانات مادی که در اختیار داره بالاخره عجایب را بهت نشان میده، عجایب را به پادشاه مهمان نشان میده. هر جا وقتی که میگوین این در این کشور فلان رئیس جمهور میاد، خیلی اون برای ما اهمیت داره، قبل از اون اینقدر فضول خرجی میکنند، چنان چیزهای درست میکنند که او میاد چشمش خیره میشه. اینا چی دارند؟ اینا چی درست کردن؟ میبینی گاهی تو این صفحات تلویزیون که رؤسای جمهور از همدیگه ملاقات میکنن، ضیافت‌های برایشون ترتیب داده میشه یا به جاهایی برده میشه که اونجا مناظر عجیب و غریبی هست، برای اونها بسیار جالب. و لذا سلیمان علیه السلام هم یک پادشاه بود، بلقیس هم یک پادشاه بود، قصدی غرضی در کار نبود. سلیمان میخواست که یکی از عجائب را، همونطور که با نشان دادن تخت به او نشان داد که ما واقعا اینقدر قدرت داریم،
علم داریم، هنر داریم. هنری دیگه میخواست نشان بده. یک محل بسیار زیبایی درست کرد که آب بود، ولی فکر میکرده باید تو آب راه بری، باید خودت را آماده بکنی خیس نشی، لباست را بالا بزنی. گفت نه اینجا نیازی نیست. یعنی عجیب و غریب درست کرده بود. پس هدف اینه که عجائب را به او نشان بده. این یک تفسیر. اما یک نکته دیگر شیخ ما رحمه الله شیخ حسین علی بیان میفرماید که این نکته هم بسیار زیبا هست، جالب هست، خدا کنه بفهمید. اون اینه که سلیمان میخواست به او تفهیم بکند که این که شما خورشید را میپرستید، ستارها را میپرستید، این ظاهر امره. خورشید و ستاره از مظاهر قدرت پروردگار است. قدرت اصلی اون دست پشت پرده هست، اون دست غیب هست. اما شما اون دست را نمی بینید، غیب را نمی بینید، شما ظاهر پرستید. شما به ظاهر دارید چی می کنید؟ ظاهر را پرستش می کنید. این ظاهر امر است. این که خورشید را می بینی، این چیه؟ این ظاهر امر است. به اون حقیقت امر برو. اون حقیقت امر چیه؟ یک دست غیبی هست که او همه اینها را مدیر هست، مدبر هست، متصرف هست، گرداننده هست. هی طلوعش میده، غروبش میده، هی اون یکی را میاره، دومی را میاره، سومی را، این ستاره اون ستاره. پس اینها نگاه نکن، اینها را تحویل نگیر، به ظاهر نگاه نکن، برو به سمت اون دست غیب، یعنی فقط او را عبادت کن. گویا سلیمان علیه السلام باز چون قبلا متوجه شد این زن باهوشی هست و خود سلیمان هم بسیار باهوش بود. با ظرافتی که داشت این تاکتیک را کرد، این نقش را بازی کرد تا این زن ببیند که ظاهر چیزی دیگه هست، باطن چیزی دیگه هست. شیخ میفرماید به همین خاطر به محض اینکه بلقیس دید متوجه شد، میخواست لباسش را بالا بزنه، بالا نزد، گفت نه نیازی نیست، این ظاهر امره. اصل آب پایین هست. این شیشه چی هست؟ مظهر اون آب است. خورشید مظهر قدرت خداست. اون آب بالاخره پشت شیشه هست. اونی که تو میخوای از اون خودت را حفاظت، اون پشت شیشه است. اینجا اگر بالاخره برایت اهمیتی داشته باشن، نه این شیشه، اصل اون آب. به همین دلیل وقتی که این نقش را بازی کرد، بلقیس فهمید چی گفت؟ قالت رب اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان. ببین معلوم میشه که نکته را درک کرد، نکته را دریافت که بعد از همین جریان سرح ممرد، اون مکان مرتفع و بلند که با شیشه پوشانده شده بود، بعد از این فوراً توبه کرد. لذا الله می فرماید قیل لها ادخل الصرح، به اون بلقیس گفته شد ادخلی، داخل بشو این صرح، این مکان، این محل مرتفع. فلما رأته حسبته لجة، وقتی او را دید پنداشت او را که لجة اینجا عمق آب است. لج چی را میگن؟ فی بحر لجی، قبلا خواندید دریایی که خیلی عمیق باشه. لذا این را فکر کرد که آب عمیقی هست، نیاز است که بالا بزنم لباسها را. و کشفت عن ساقیها، هر دو ساقش را ظاهر کرد یا میخواست ظاهر کند. سلیمان بهش گفت نیازی نیست. قال انه صرح ممرد من قواریر، همانا این بنایی هست پوشیده شده از شیشه، با شیشه پوشیده شده. لذا این ظاهر امره، برای ظاهر هیچ اهمیت نگذار، اصل خود اون آب هست. متوجه شد تأثیر بلقیس. قالت رب اینی ظلمت نفسی، همانا من ظلم کردم بر خودم. تفسیر خازن نوشته به عبادت شمس، تا حالا خورشید را عبادت می کردم،
ظاهر پرست بودم. اینا را میگم مظاهر پرست، یعنی آثار قدرت پروردگار که ظاهر هستن اونها را میپرستند. و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من اسلام آوردم همراه با سلیمان، تسلیم شدم با سلیمان برای الله، اون اللهی که رب همه عالمیان است، رب خورشید هم هست. پس این داستان دوم سلیمان بود. از اینجا معلوم میشه که عالم الغیب حتی پیامبران نیستن، فقط و فقط ذات الله عزوجل است. حال داستان سوم که در این داستان ثابت میشه که مدیر و مدبر و متصرف هم فقط خداست، لایق عبادت او هست. در این جریان که این داستان را هم شما خواندید، ما فقط به ترجمه بسنده میکنیم. مال حضرت صالح هست برای قومش که قوم از اون معجزه خواست، معجزه آمد ولی بازم ایمان نیاورد. گفتن عذاب بیار. گفت که چرا برای عذاب شما عجله داری؟ گفت نه ما عذاب میخوایم. و بعد با هم دیگه نقشه بستند. 9 نفر شرور بودند، فاسد بودند، میگن 9 تا از سرداران بودند که در رأس شرارت ها اینها بودند. اینا نقشه کشیدن که حضرت صالح را حتی از پای در بیاورند، ایشون را شهید بکنند تا اینکه خدای تعالی عذاب آورد. لذا این نتیجه این هست که مدیر و مدبر و متصرف فقط الله هست، بندگان هیچ کاری نیستند. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، همانا ما فرستادیم به سوی ثمود برادرشان صالح را، ان اعبدوا الله، با این مضمون که فقط الله را عبادت کنید. فاذا هم فریقان یختصمون، در این هنگام اونها 2 گروه شدند که با هم دیگه درباره دین جر و بحث میکردند. 2 گروه، یکی طرفداران صالح، یکی مشرکین. قال یا قوم، این جواب صالح است، ای قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنه، چرا شما عجله می کنید برای عذاب قبل از حسنه؟ حسنه چیه؟ توبه و استغفار. توبه استغفار کنید، قبل از توبه استغفار چرا عذاب می خواهید؟ لولا تستغفرون الله، چرا از الله مغفرت نمی خواهید؟ لعلكم ترحمون، تاکه مورد رحم پروردگار واقع بشید. اما قوم بدبخت را ببین که این خیرخواه داره تلاش میکنه اونها را از عذاب جهنم نجات بده، اونها به این توهین میکنه، میگه هرچی بدبختی از سر تو هست. قالوا طیرنا بک و بمن معک، طیرنا تطیرنا، ما بدفالی میگیریم، شومی میگیریم، نحوست تو هست و من معک، مؤمنینی که با تو هستن، که این مشکلات را ما داریم، قحط داریم، کمبود آب داریم. قال طائركم عند الله، فرمود که طائر شما یعنی نحوست شما نزد الله است، او از طرف خداست. او بیچارگی و بدبختی که شما دارید او از طرف خداست. بل انتم قوم تفتنون، بلکه واقعیت اینه که شما قومی هستید که به دلیل کفر و شرک گرفتار امتحان شدید. لذا شما از من نگیرید، شما خودتون را بررسی کنید. الله در ادامه می فرماید و کان فی المدینه 9 رهط، در همین شهر صالح از کنم که در حجر 9 نفر بودن. رهط جماعت از 3 تا 9 تا را میگن. یه جماعت 9 نفره که یفسدون فی الارض، در زمین فقط کارشون فساد، نقشه برای فساد، ولا یصلحون، هیچ نوع کار اصلاحی در برنامه اونها نبود. اونها با هم دیگه عهد کردند. قالوا تقاسموا بالله، بیاید سوگند بخورید به خدا. با هم عهد بستند و به خدا سوگند یاد کردند که لنبیتنه و اهله، یعنی به وقت شب پیش او و اهلش میریم، پیش صالح و زن و بچهش میکشیم، از پای در میاریم. خب بعدا اون تیره صالح هم از یک قوم بود، از همین قوم بود، اون تیره او، اونایی که از صالح حمایت بکنند، اون وقت به اونها میگیم ثم لنقولن لولیه، به ولیش میگیم ما شهدنا مالک اهلی و انا لصادقون، ما حاضر نبودیم در وقت هلاکت اهلش، کی اینا را کشت ما نمیدونیم.
خبر نداریم، همه چیز را انکار میکنیم، میگیم ما راست میگیم، ما صادقیم، ما دروغگو که نیستیم. چی کار میتونه با ما بکنه؟ ما 9 نفر از 9 قبیله قوی، 9 تا سردار. الله عز وجل میفرماد و مکروا مکرا و مکرنا مکرا. اونا هم حیله بکار بردن، تدبیر کردن، مکر کردن، ما هم تدبیر و مکر کردیم. اونا برای از بین بردن صالح نیمه شب، کشتن صالح، نابود کردن صالح، زن و بچهش همه رو میخواستن بکشند. این بیچاره خبر ندارن همین شب به ناس عذابم بیاد، عذاب خدا هم بیاد. از طرف برای کشتن، از طرف خدا برای هلاکت خودشون. و هم لا یشعرون، اونها نمیدونن. لذا خدا به صالح دستور داد تو برو بیرون که ما عذاب داریم میاریم. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، ببین عاقبت و مکر اونها چه شد. انا دمرناهم، همانا ما نابود کردیم، همه اونها را تباه کردیم. و قومهم، و قوم اونها را اجمعین، همه گیرا از بین بردیم. فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا، این خانه هاشون هست. الان یعنی اشاره میکنن اهل مکه همیشه به شام میرفتن میدیدند حجره، این خانه هایشان هست که سرنگون شده به سبب آنچه که ظلم کردن ویران شده. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون، همانا در همه اینها نشانی هست، آیه هست، اما برای قومی که یعلمون میدانن. و انجینا الذین آمنوا، ما نجات دادیم آنهایی را که ایمان آوردن و کانوا یتقون، از خدا میترسیدن، یعنی اهل تقوا را نجات دادیم. بس این قصه سوم. ببین هر کی شرک بکند کار دست خدا است، خدا نابود میکنه. ولوطا اذ قال لقومه، این قصه چهارم است. ولوطا اذ قال لقومه، لوط وقتی که این داستانه رو شما خواندید فقط ترجمه بسنده بفرمایید. وقتی که به قومش گفت اتأتون الفاحشه، آیا شما کار بی حیایی میکنید؟ عرض کنم که هم جنس بازی. و انتم تبصرون، و میبینید میدانید شما که این کاری که شما میکنید چقدر زشته. اما قوم جوابی نداره، اهل منطق نیستند، اهل زورند، اهل زر و زورند. اونا گفتن که فما کان جواب قومه، نبود جواب قوم در مقابل لوط الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، اصلا لوط را با بچه‌اش بیرون کنی از این قریه خودتون. انهم اناس یتطهرون، به مسخره میگفتن اینا با انسان‌هایی هستن که میخوان پاکی را اختیار کنند، میخوان پاک زندگی کنند. خب اینا رو بفرستی جای دیگه پاک زندگی کنند، اینجا در میان ما نباشند. الله تعالی میفرماید بالاخره ما هم لوط را نجات دادیم. داستانش را شما در سوره هود خواندید. فانجیناه و اهله، ما نجات دادیم او را با اهل و عیالش، الا امرأته، بجز زنش چون ایمان نداشت. قدرناها من الغابرین، مقدر کرده بود اون زنه را از ماندگاران، از کسانی که همینجا بماند تا عذاب بیاد. و الله میفرماید و امطرنا علیهم مطرا، ما بر آنها باران دیم، باران خاصی. مطرا یعنی باران خاصی. این باران آب نبود، قطرات آب نبود، این باران سنگ بود، سنگ باران کردیم. فساء مطر المنذرین، این قومی که بیم داده شدن، ترسونده شدن از عذاب خود الهی، بسیار بد هست باران اینها، چون باران اینها باران عذاب بود. خدای تعالی به بدترین و فجیعترین وضع اونها را نابود کرد، از بین برد. تنها این باران نبود، بلکه هم فریادی بود که سکته داد اونها را، جیغی بود، و هم روستهایشون را الله تعالی سرنگون کرد. خب تا اینجا 4 تا قصه بود که از این 4 قصه توحید اثبات میشه. بعد از این دلایل عقلی میخوانیم. قل الحمدلله. بعد از زنگ تفریح 10-15 دقیقه استراحت وضوئی تجدید بفرمایید.